إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. دوستان عزیز، برادران و خواهران مسلمان، ما و شما یکی از نعمتهای الله متعال شامل حال خود هستیم که در ماه مبارک رمضان که ماه عبادت، ماه اطاعت و ماه جهاد علیه نفس و شیطان و دشمنای اسلام قرار داریم. در ارتباط به آمادگی به رمضان و رسیدن یک مسلمان در ماه رمضان، نعمتایی که بود قبلا بیان شد. امروز می خواهیم که بسیار مختصر در ارتباط به جهاد علیه نفس و شیطان و دشمنای اسلام در ماه رمضان مختصر از قرآن و احادیث پیامبر بیان کنیم، چون که در افغانستان ما و شما در این سرزمین الله متعال یک نعمتای خاص خدا کردگی است که از او جمله نعمتایشی بود که زمانی که اتحاد جماهیر شوروی وقت یک کشور ظالم و دیکتاتور و مستبد خواست که دنیا را فتح کنه و نظام و قوانین ظالمانه خود را در کل دنیا حاکم بسازه و خواست که از طریق افغانستان عبور کرده به دیگر کشورها و تمام ادیان آسمانی را محو کند. زیرا فکر و عقیده کمونیسم یا مارکسیسم همی بود که خالق و آفریننده در کائنات وجود نداره. به اصطلاح فعلی ما و شما که می گفت که خدا نیست، قیامت وجود نداره، انبیا و پیامبرها نیامدگی است، همه را منکر بودند، کتاب های آسمانی این وجود نداره و دروغ است. و در عین وقت دین، هر دینی که است، یعنی قوانین آسمانی را، کتاب آسمانی را، اونا افیون ملت ها می گفتند، یعنی زهر و تریاک. یعنی بسیار با یک انگیزه ظالمانه حرکت کردند در سال 1358 در زمستان سال در سرزمین ما و شما تجاوز کردند و فکر کردند که این ملت فقیر و این ملتی که هیچ چیز نداره، نه قوت داره و نه نیرو دارد، ما اینا را به زودترین وقت در تحت اشغال و تسلط خود قرار میتیم و میتونیم که از طریق از اینها به دیگر کشورها و کل دنیا را دینشان از بین ببریم. اگر اسلام است
یا دین مسیحیت یا عیسویت فعلا مشهور است، یا یهودیت است، یا هندویسم و بودایسم، چیزی که به نام دین است همهش باید از بین برده شود. معابد و مساجد، مکانهای عبادت کلش نابود شود. دیندارا یا به ما تسلیم میشن، از ما و نظام و قانون ما اطاعت میکنن و ما را عبادت میکنن، و یا اینکه همهشان کشته و در بندیخانه ها انداخته میشه و ذلیل میشوند. اما این ملت بسیار فقیر و قوت و تواناییش بسیار کم در برابر این اول قدرت خوناشام و ظالم که با دندان مسلح همه قوتهای زمینی و مادی در اختیارش بود، با قوت ایمان، با نیروی ایمان در برابر قشون سرخ و اتحاد جماهیر شوروی استادگی کردند، خیستن، جهاد کردند، قتال کردند، مبارزه کردند که در نتیجه در جریان 10 سال اول قدرت دنیا را شکست دادند و آنچنان شکست خورد که حتی فکر کمونیسم و مارکسیسم در همون نقطه مرکزیش که مسکو بود محو و نابود و باطل شد و بسیار مردمایشان توبه کردند از نظام کمونیسم و فهمیدن که باطل است. غیر از اینکه سرزمین ما و شما از شر کمونیسم نجات داد الله متعال و این مسلمانان را مدد کرد و نصرت کرد، حتی دیگه کشورها دنیا نجات یافت، دیگه دنیایی که دیندار بودن اگر که دین حق نداشتن اونا را هم الله نجات داد و تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان الله برشان آزادی را داد، اما خودشان تلاش نکردند که مطلق آزادی خودان را از کمونیسم بگیرن و اسلام تطبیق کنند. اینال چی انگیزه وجود داشت به این مسلمان ها که کمونیسم شکست دادن و با مجاهدین الله متعال در سال 71 هجری شمسی 8 ثور پیروز ساخت و دهی پایتخت افغانستان که کابل است در اینجا آمدن. یک مدد الله بود با وجودی که هیچ چیز نداشت، اما تأسفی بود که مجاهدین ما و شما یک رهبریت واحد و یک قوت واحد و اتحاد و همبستگی نداشتن، با در بین خود شروع کردن. بالاخره بسیار مسلمانای افغانستان تکلیف‌های بعدی را دیدن. البته از قبل امی پلانگذاری ها را دشمنان اسلام کرده بود که مسلمان ها دارای یک رهبریت واحد در جهاد علیه کمونیسم نباشند. زمان کمونیسم شکست میخوره جهاد از اینا بدنام شود، اما جهاد هیچ وقت بدنام نمیشه. مجاهد واقعی همیشه مجاهد است و همیشه استوار می باشد تا مرگ به جهاد و مقاومت خود، چه علیه نفس باشد، شیطان باشد، شیاطین انسی و جنی و متجاوزین استاد می باشد و استادگی می کنه. تا میال از اونمو دوران ما و شما مجاهدین برحق داریم که هستن و همیشه دین خودان و آیین خودان و سرزمین خودان دفاع میکنن. انگیزه جهاد چی بوده؟ ای بوده که الله متعال ما و شما را در قرآن و حدیث تشویق کردگی است، ترغیب کردگی است که سر ذلت در برابر متجاوزین پایین نکنین. مسلمان نباید ذلیلانه زندگی کنه، مسلمان نباید غلام و بردگی یک ظالم و کافر بکند. مرگتان الله میگه تعیین شدگی است، شما از مرگ نترسین، بلکه در جهاد و قتال همیشه ادامه بتین. قسمی که در قرآن خب بسیار آیات هاست که بعداً بیان میکنیم. در احادیث فضیلت و برتری و مقام جهاد الله، پیامبر صلی الله علیه وسلم افضل المجاهدین،
قائد المجاهدین که رهبر مجاهدین بود بیان کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم 13 سال جهاد دعوتی و علیه نفس شیاطین ادامه داد در مکه. 10 سال جهاد مسلحانه و قوت نظامی و لشکر و نیرو داشت و در رأس مجاهدین بود. شجاعترین اشخاص بود رسول الله صلی الله علیه و سلم. از این قدر شخص شجاع دیگه تیر نشده است. در معرکه ها، میدان های جنگ همه فرار میکردن، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم مثل کوواری استاد می بود و مجاهدین میگفت بیاین به اطراف ما. حتی زخمی میشد، از بدنش خون جاری میشد، بیهوشی سرش می آمد، یعنی 100% مرگش متصور بود، اما از میدان جنگ و جهاد فرار نکردگی است. بسیار غیرت و شجاعت داشت. شما احادیث و تاریخ بخوانین میفهمین این گپه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این وقت که خودش رهبریت میکرد، مجاهدین ترغیب میداد به حکم الله. در صحیحین بخاری مسلم سهل ابن سعد رضی الله عنه میفرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا و ما فیها، خیر من الدنیا و ما علیها، و موضع صوت احدکم من الجنة خیر من الدنیا و ما علیها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله او الغدوة خیر من الدنیا و ما علیها. این حدیث در صحیح بخاری مسلم است. میگه پیامبر صلی الله علیه وسلم بر مجاهدین گفت که رباط یوم فی سبیل الله، سنگرداری یک روز به خاطر حاکمیت دین الله و تطبیق نظام عدل الهی فی سبیل الله، یعنی نیت مجاهد باید صحیح باشد، نیتش خیانت نباشد، نیتش زورگویی و اهداف شخصی نباشد، بلکه تطبیق نظام عدل الهی و از بین بردن ظلم و کفر باشد. می فرماید کسی که در سنگر تیر میکنه یک روز، یه دنیا و آنچه که با بالای دنیاست بهتر است. فکر کنید که در دنیا چقدر پول است، چقدر طلا است، چقدر الماس است، چقدر قدرت است، نیروز، پادشاهی هاست، حکومت هاست، از کلش کده میگه یک روز سنگرداری در سنگر از او کده این بهتر است. و موضع صوت احدکم، مکان قمچین یکی از شما، یعنی به اندازه یک قمچین در جنت باشد، خیر من الدنیا، بهتر است از دنیا و آنچه که در دنیاست. یعنی به اندازه یک انسان بشیندم و جای خودش باشد در جنت، از کل دنیا کده بهتر، از هزاران میلیارد دلار کده بهتر است. و می فرماید که و روحتو، یک شبی را یا شامی را که تیر می کند یک مجاهد به خاطر دین الله، او الغدوة یا یک صبح تیر می کند، خیر من الدنیا و ما علیها، یک صبح از کل دنیا کده بهتر است. یعنی اینقدر نعمت الله در بدلش میته، اینقدر اجر میته، اینقدر ثواب ها را میته. با این احادیث دیگه حدیث ابو هریره رضی الله عنه می فرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل المجاهد فی سبیل الله والله اعلم بمن یجاهد فی سبیله كمثل الصائم القائم. سعی کنید پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه، گفت که یا حدیث صحیح است در بخاری که مثال و صفت کسی که جهاد میکند فی سبیل الله به خاطر حاکمیت دین الله، یعنی نیتش دیگه شهرت و دنیا و قدرت شخصی نیست. والله اعلم بمن یجاهد فی سبیلی، بعد از پیامبر گفت الله خوب میفهمه، یعنی ما نمیفهمیم کی به خاطر دین الله جهاد میکنه، یعنی کی نیتش است که نظام الله در دنیا حاکم شود، تمام انسان ها از ظلم نجات پیدا کنند، نه که مسلمان ها، همه انسانیت. الله مجاهد فی سبیل الله را میشناسه، یعنی نیت و قلب ارادش الله میفهمه، ما نمیفهمیم. خب به شرطی که میطور باشه، دیگه نیت نداشته باشه پول و پیسه و شهرت و ای که مردم ما را صفت کنه، مردم ما را قهرمان بگویه، ای که پا هدفش نباشد
کمثل الصائم، میگه صفت ازی که در سنگر است مثل یک کسی است که دائم روزه دار است، یعنی هر روز روزه میگیره. ما و شما توانایی نداریم که هر روز روزه باشیم. القائم و مثل کسی است که کل شب عبادت میکنه، یعنی شب و روز در عبادت و در روزه است. اینقدر درجه داره. حال ما و شما الحمدلله در رمضان هستیم، میبینیم که روزه چقدر بعضی وقت سخت هم تمام میشه که انسان سرش بسیار فشار میاد و شب عبادت کردن. بسیار کسات که قیام اللیل نمیکنه، سر شب خواب میشه و با صبح میخیزه، حتی سحری هم نمیکنه، حدثی که در خواب مصروف میباشه. کل شب عبادت کردن، کل روزها روزه گرفتن، دائم روزه دار باشی، این قدر درجه داره، اینقدر ثواب داره. و تکفل الله للمجاهد فی سبیله، الله می ذمه‌واری گرفته، کفالت کردگیست کسی که جهاد میکنه در راه الله، ان توفاه ان یدخله الجنه، اگر الله ایرا مرگش بیاره، الله ایرا خودش کفالت کردگیست، ذمه‌واری گرفتگیست، یعنی تعهد کردگیست الله که ایرا در جنت داخل میکنه اگر که به مرگ خود بمره. و او یرجع سالما مع اجر او غنیمت، یا ایره باز میگردانه به طرف خانهش به امرای ثواب و غنیمت، یعنی غنایم که در جنگ گرفته میشه. ایره امام مسلم در صحیح خود آوردگی است. در لفظ دیگه میاد که تضمن الله لمن خرج فی سبیله لا یخرجه الا جهاد فی سبیلی و ایمان بی و تصدیق برسلی فهو علی ضامن ان ادخله الجنه او ارجع الى مسکنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اجر او غنیمت. در این لفظ میآید که میگه الله کفالت کرده، تعهد کرده است کسی که بیرون میشد فی سبیلی به خاطر تطبیق نظام عدل الهی، لا یخرجو الا جهاد، دیگه هیچ چیزی را بیرون نمیکنه از خانهش مگر جهاد فی سبیلی، به خاطر که عدالت و قرآن در دنیا حاکم شود، و ایمان بی، هدفش فقط ایمان است که به الله ایمان داره، و تصدیق برسولی، و تصدیق به انبیا دارد، فهو علی ضامن، الله میگه ای به بالای ما ضامن است، یعنی ما مسئولیت گرفتیم ان ادخله الجنه، که ما را در جنت داخل کنم، یعنی تعهد کرده هستم. او ارجعه، یا ای که باز بگردان میره الی مسکنه الذی خرج منه، سعی که میرود به طرف جهاد یا به طرف جنت میرود، یا میاد دوباره وقتی که باقی میماند در خانه خود میاد نائل ما نال من اجر، چقدر ثواب ها که کل روزش دیگه که بیرون میشود، هر روز روزدار و هر روز در قیام اللیل باشد، او غنیمت یا غنایم دنیا را هم برش میته الله. و در حدیث دیگه ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من مکلوم یکلم فی سبیل الله الا جاء یوم القیامة و کلمه یدمى اللون لون الدم و الریح ریح المسک. ابو هریره رضی الله عنه میگه که هیچ زخمی نیست که در جهاد میره و زخمی میشه مگر میاد در روز قیامت و زخمش کس یدما، یعنی زخمش جاری می باشه، الله که می خیزانش دوباره زنده میکنه از امون سایه که مرمی خورده خونش جاری است. در روز قیامت هم بعد میگه لون و لون الدم، و رنگ امو خونش رنگ خون است، اما و ریح و ریح المسک، بویش کس بوی مشک است، همین بویی که از خون بوی مشک عظیمیه. متفق علیه، امام بخاری مسلمی را روایت کرده است. و پیامبر صلی الله علیه و رضی الله عنه میگه که پیامبر گفت که جاهد المشرکین، جهاد کنین علیه مشرکین و ظالما، به اموالکم و انفسکم، با مالهایتان مالتان مصرف کنین، به نفستان و السنتکم، با زبانهایتان. این امام محمد و نسائی روایت کرده است. در یک حدیث دیگه امام بخاری و مسلم روایت میکنه، میگه سئل پیامبر صلی الله علیه و سوال شد ای العمل افضل، کدام عمل بهتر است یا رسول الله؟ در اعمال اسلام گفت کدامش بهترین است که ما این را انجام بدیم؟ قال گفت ایمان بالله و رسولی، ایمان به الله و رسولش،
واقعا ایمان دیگه در اول است. کسی ایمان نداره، عقیده توحید نداره، ارکان ایمان در افکارش نیست، در باورهایش نیست، این خود دیگه مؤمن نیست. اول ایمان به الله و رسولش همیشه رکن ایمان. قیل باز گفته شد ثم ماذا، بعد از ایمان و عقیده توحید باز کدام عمل بهتر است؟ قال گفت الجهاد فی سبیل الله، جهاد کردن، زحمت کشیدن، توانایی را مصرف کردن به خاطر حاکمیت نظام عدل الهی و دین الله. قیل گفته شد ثم ماذا، بعد از این کدام عمل بهتر است؟ قال حج مبرور، حجی که مقبول باشد. یعنی او هم در مثل جهاد زحمت و تکلیف داره، حجی که مقبول باشد، نه امی که برو دیگه به خاطر از اینکه مردم مراجع و الحاج بگوید. اخلاص باشه، مبروری که به طریقه پیامبر صلی الله علیه وسلم انجام شود، یام بهترین اعمال است. و در حدیث دیگه پیامبر صلی الله علیه و فرمود من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق، کسی که بمره یک مسلمان مرگش میه ولم یغزو، جهاد نکده باشه، ولم یحدث نفسه، با وجود خود گپ هم نزده باشه که ما جهاد میکنم الله به ما توفیق بده، میگه مات علی شعبة من النفاق، میموره با یک شعبه از نفاق، یعنی یک بخش منافق میباشه، با یک بخش از نفاق میرود. خب از این فهمیده میشه که جهاد ثواب بسیار زیاد داره و اعراض از جهاد یک بخش از نفاق است. و هدف از جهاد دو نوع جهاد است در اسلام، یکی جهاد طلب است، دوم جهاد دفاع. جهاد طلبی که بعضی کفار تهدید است در برابر مسلمان ها، بعضی ظالم ها آمادگی میگیرن که قوت خدا را پیدا کنن سر مسلمان ها حمله کنن. اینجا جهاد طلب است که مسلمان ها اونا را پشتش میروند و با بالای از اونا حمله میکنن. و دوم جهاد دفاع است که دشمنان اسلام کفار حمله میکنن، مثل که روسا در سرزمین ما شما تجاوز کردن و خواستن که این سرزمین به یک نظام ظالمانه مستبدانه خدا نیست و قیامت نیست تبدیل کنن، که بسیار یک نظام ظالمانه بود. فقط کل سرمایه یک کشور در دست یک چند نفر بود و قیامت هم وجود نداره و حساب هم نیست، هر چه که دلت می عیاشی کده برو. هدف از جهاد در هر دو نوش همی است، اگر جهاد طلب است یا جهاد دفاع است، تبلیغ دین الله است، رسانیدن دین و نظام عدل الهی است و دعوت مردم به دین الله است که دین مردم در نظام الله بیاد و اخراجهم من الظلمات الى النور، بیرون کردن مردم از تاریکی های ظلم و کفر و شرک به روشنی اسلام است و الی دین الله، حاکم کردن نظام الله در روی زمین است. و یکون الدین كله لله، و ای که نظام و قانون در کلش مختص به الله باشد، دیگه قانون در دنیا نباشد، قانون حاکم و نافذ. مثل که الله در قرآن در سوره بقره آیت 93 می فرماید وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله كله. ده اینجا نیست. وقاتلوا، قتال کنین ای مؤمنین در برابر ظالما تا این که باقی نمانه فتنه، یعنی زور کافر و ظالم، و شود دین کلش قانون مختص برای الله شود. در سوره انفال میگه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، قتال کنین تا اینکه هیچ نوع کفر شرک و زور کافر نمانه و کل قانون مختص برای الله شود. و در سوره توبه الله می فرماید که فاذا انسلخ الاشهر الحرم، آخری سوره است که نازل شده، وقتی که ماهای حرمت تیر میشه، فاقتلوا المشرکین، و بکشین مشرکین حیث وجدتموهم، در هر جایی که گیرشان میکنین، و خذوهم واحصروهم، اونا را بگیرین محاصره کنین، واقعدوا لهم كل مرصد، در راهایشان استاد شوین، فان تابوا، اگر توبه کردن، یعنی از کفر و شرک آمدن، مؤمن شدن، و اقاموا الصلاه، و بندی به نماز کردن. تنها با مؤمن شدن نجات نمیفن، یعنی احکام اسلام، دستورات اسلام، عبادت ها را که نماز انجام بتن، و آتوا الزکات، زکات مال خدا ندادن، فخلوا سبیلهم، رایشان اعلا کنین، ان الله غفور رحیم. بسیار آیات ها در این بخش است
پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه در حدیث صحیح امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله، میگه من امر شدیم از جانب الله که بجنگم به امرای ظالما و کفار تا اینکه شاهدی بتن، اقرار کنن، اعلان کنن الله اله الا الله، که غیر از الله دیگه معبودی نیست که عبادت شود، و ان محمد رسول الله و محمد رسول الله است، و یقیم الصلاه و یؤتوا الزکات، پابندی به نماز کنن، زکات مال خدا نبتن. فاذا فعلوا ذلك، زمانی که کار کردن، عصموا منی دماءهم و اموالهم، اینا حفاظت میکنن از ما خون خدا را و مال خدا را، الا بحق الاسلام، مگر به حق اسلام، یعنی بعد از اینکه مسلمان شدن در داخل اسلام یا قتل میکنن، کسی را میکشن و گپ جداست. و حسابهم علی الله، حسابشان به الله است که قلبا ایمان داره نداره او را الله میفهمه، اما ظاهرشان باید صحیح شود. این حدیث متفق علیه است، حدیث عبدالله بن عمر. و همین قسم احادیث دیگه زیاد است که در حدیث دیگه می فرماید پیامبر صلی الله علیه و آله که امرت ان اقاتل الناس، ما مأمور شدیم که با مردم قتال کنم، با کفار و ظالما، حتی یقولوا لا اله الا الله، تا اینکه بگن که غیر از الله دیگه معبودی نیست و قانونی وجود نداره که اطاعت شود، و یؤمنوا بی و بما جئت به، ایمان بیارن به ما و به تمام آنچه که ما آوردیم، یعنی قرآن و سنت احادیث قبول کنن. حینال جهاد که است در اسلام وقتی که فرض میشد، اجازه داده میشد، 3 مراحل طی کرد. اول مسلمان ها در مکه برای مسالمت آمیز الله برشان دستور داد که دین اسلام قبول کنین و پیامبر صلی الله علیه و دعوت خدا آغاز کرد با آمدن آیات یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. یک کسی که در زیر چادر هستی یا خواب هستی، قم استاد شو، حرکت کو، فانذر، دعوت بده، بترسان مردم از این عقاید ظالمانه و این اعمال ظالمانیشان، و ربک فکبر، رب عظمتش بیان کو، نظامش، قانونش، مردم رب فراموش کرده. دعوت خدا آغاز کرد، 3 مرحله داشت. دعوت مخفی بود، پنهانی بود، نمیتونستن علنی اسلام بیان کنن. 3 سال یا 5 سال ادامه داشت، بعد از علنی شد با حکم الله که فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، با آواز بلند با آنچه که مأمور استی دعوت بده و از مشرکین روی بگردان. پیامبر صلی الله علیه و آله دعوت خود را علنی با جمعی از مسلمانان که در مرحله مخفی 40 نفر جوانا بود آغاز کرد. مشکلات بسیار زیاد بود، تهمت‌ها بود، زدن بود، حتی شهید کردن مسلمانان، سر زن هم رحم نکردن. اولین شهید سمیه رضی الله عنها خانم شهید کردن، فقط جرمشی بود که چرا الله را عبادت میکنی، چرا این عقیده را داری. هیچ نه نظامی بودن نه دیگه، بسیار به صورت مسالمت آمیز و با اخلاق نیک کار میکردن. اونا را کشتن، زنها را کشتن، مردها را زخمی کردن، شکنجه میدادن، تا اینکه مسلمان ها بسیار دلشان تنگ شد، مشکلات پیدا شد و هجرت کردن، مجبور شدن وطن خدا را، مکه را ترک کردن، آمدن به مدینه و الله اجازه قتال داد. و مسلمان ها میخواست که الله اجازه بده که ما علیه کفار بجنگیم، قبلا اجازه نبود. الله در قرآن میگه که الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة، آیا نمیبینی کسایی را که برشان گفته شد دستایتان را بند کنین، قتال نکنین، نماز برپا کنین، دعوت بتین، قرآن بیان کنین. بعد از اینکه مسلمان ها سرشان ظلم شد، از خانه هایشان کشیده شد، اسیر شدن، بندی شدن، شکنجه ها شدن، ذلیل شدن، حتی اجازه زندگی برشان نبود، اجازه تجارت نداشتن. الله گفت که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم بغیر حق الا یقولوا ربنا الله. اجازه داده شد از برای مؤمنین و مسلمانان از جانب الله، یعنی بغیر از فرض شدن و واجب شدن، للذین کسای یقاتلون که به امرای از اینا قتال شد، یعنی کفار یا را کشتن و زدن. چرا اجازه قتال داده شد؟ بانهم ظلموا، بخاطر که ظلم شده به بالا از اینا. و ان الله علی نصرهم لقدیر، الله به نصرت و مدد از اینا قدرتمند است و توانایی داره. هم اجازه داد و هم وعده نصرت از ابنی الله برشان داد. و مثل که در آیاتای دیگه هم این وجود داره که الله اجازه قتال بر مؤمنین میته به خاطر که ظلم شده.
مثل که در سوره توبه الله می فرماید که الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره. با کسای قتال نمی کنین که دین شما را طعن میته، قانونتان، عقیده تان و تصمیم گرفتن پیامبر را بیرون کردن و اولین تجاوز اونا کردن. اتخشونهم فالله و حقا تخشون کنتم مؤمنین. آیا از اینا میترسین؟ از الله بترسین. این مرحله اول فقط اجازه بود، یعنی فرض نبود، الزامی نبود، تا اینکه در مرحله دوم مسلمان ها قوت پیدا کردن، جهاد دفاع شد. الله باز امر کرد که کسایی که با شما می جنگن، تجاوز میکنن، امرای از اونا قتال کنین. کسی که نمی جنگه با اونا نجنگین. در این نوع الله آیات را نازل کرد که لا اکراه فی الدین، زور نیست در دین، فقط تبین الرشد من الغی. اسلام راه هدایت از گمراهی واضح شدگی است. و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. حق بگوین، کسی بخواه ایمان میاره، کسی بخواه نمیاره. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. قتال کنین به خاطر حاکمیت دین الله کسایی که با شما می جنگن، ولا تعتدوا، تجاوز نکنین، یعنی کسی با شما نمی جنگه. و ان الله لا يحب المعتدین، الله معتدین دوست نداره. در لا تعتدوا هم داخل است که زنا را نکشین، اطفال خرابی نکنین، جای را در نتین. پس این جهاد دفاعی بود. و در سوره نساء میگه که ودوا لا تکفرون کما کفروا. این مرحله دوم مسلمان ها تیر کرد. کسایی که سر اینا حمله میکرد با اونا میجنگیدن، تا اینکه مرحله سوم الله نازل کرد که جهاد المشرکین مطلقاً و جنگ کردن در شهرهایشان، تا اینکه زور کفر. زیر کافر یک تهدید بود. امپراتوری های روم و فارس وجود داشت، سر مردم بسیار ظلم میکردن. رومی ها و فارسی ها میخواستن امیاتش پرستی را و یا عبادت پیامبر پرستی عیسی علیه السلام در دنیا حاکم بسازند. الله جهاد اجازه داد که تا که زور کافر از بین نرفته، قوتشان، نیرویشان، شما قتال بکنین و نظام الله را در کل دنیا برسانین و ظلم و کفر از بین ببرین. اینجاست که الله بر مسلمانان گفت فإن انطلق الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم. هر جایی که اونا را پیدا میکنین قتال کنین. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین كله لله. سوره انفال سوره های مدنی است. و گفت که شما کسایی که قوتشان، نیرویشان از بین نرفته، با اونا قتال بکنین. و این کار باز مفسرین میگه که با حالت خود باقی مان تا روز قیامت، مگر ای که در مرحله پس مرحله شد. مرحله اول اجازه است، مرحله دوم با کسایی که تجاوز میکنن، مرحله سوم کسایی که تهدید است برای مسلمان ها. اگر که تجاوز بالفعل نمیکنن ولی تهدید آینده هستند، تهدید بالقوه هستند، با اونا قتال شود. در مرحله سوم کسی با حالت خود باقی مان و این ادامه می داشته باشه، مفسرین محدثین تقریبا اجماع دارن، مگر ای که میگه مسلمان ها ضعیف شوند، باز میتونن به مرحله دوم برن که جهاد دفاع باشد. در غیر از او به جهاد طلب تا روز قیامت ادامه بدن، ظلم اجازه نتن، بر ظالم سرپایی نکنن و وسایل جهاد آماده بکنن. در این وقت که جهاد علیه ظالمان میکنن، جهاد علیه نفسشان وقت به وقت. جهاد نفس خود دائمی است، 24 ساعت است. و واقعا بعضی جهاد نظامی را داریم که جهاد کردن در افغانستان. یک علت شکست مجاهدین یا نتیجه خوب ندادن جهادی بود که جهاد علیه نفس نمیکردن، جهاد نظامی میکرد. اکثرش بی سواد بود، حتی همه نمیکردن قرآن یاد بگیرن. قرآن یاد بگیر، لفظ قرآن یاد نداشتن، معنای قرآن شب روز در سنگر می بودن، اما یک دین، دعوت، سواد و علم را شایع نکردن. از قرآن خبر نبودن، از احادیث خبر نبودن، بر از وقت نمیدادن، درس و تدریس وجود نداشت، هدف جهاد و غیره و غیره. اینی سبب شد که به گروه ها و تنظیم ها تقسیم شوند و باز اینی تو نتیجه بسیار خراب و در بین خود بزنن و باز سبب آمدن اینی تو جنجال های فعلی شوند که چقدر مشکلات فعلا ما و شما داریم.
جهاد علیه نفس این است که علم قرآن یاد بگیریم، بعد از وقت بتیم و پول خود در را مصرف کنیم، وقت با وقت اسلام در زندگی خود عملی کنیم، از حرام و گناه اجتناب کنیم، فرایض کلش عملی کنیم. این را جهاد علیه نفس میگه. و جاهدوا فی الله حق جهاده. بعضی میگه در سورت در مکی نازل شده، در سورهای مکی هم گپ جهاد آمده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این کلش جهاد علیه نفس است. کسایی که به خاطر دین ما جهاد میکنن، یعنی جد و جهد کوشش میکنن علیه شیاطین انسی و جنی، به گناه ها نمیروند، سر خود فشار میارن، فرایض انجام میتن. بعضی مجاهدین هم هست که امیال سابق جهاد کردن، نماز است نمیخوانه، نماز که نماز است 5 وقت در جماعت نمیآید و از حرام اجتناب نمیکنه. وقتی قدرت پیدا کرد حرام مال مردم بگی، زمین ها را غصب کن، نامش گناه را کردن. جهاد علیه نفس که دائم باشه، هیچ وقت مجاهد یک گناه نمیکنه. مجاهد کی را میگه؟ که مظلومین نجات میده، دیگران را نجات میده، خودش خود ظلم نمیکنه، حتی از مظلوم دفاع میکنه. این تو نه که برای سر مردم ظلم کنه، مالش بگیره، جانش بگیره، زمینش غصب کنه، به خاطر قدرت خود مسلمان بکشه. این کارا را نمیکنه. دیگه جهاد علیه نفس خو ماه رمضان ماه جهاد علیه نفس و علیه دشمن هر دوش است، اما جهاد علیه نفس زیادتر باید مسلمان ادامه بده. الله ما و شما را این کلمه جهاد مقدسه دائم در قلب‌های ما احیا و زنده داشته باشه و مجاهدین واقعی و برحق الله در هر جای دنیا که هست پیروز بکنه و این مجاهدین افغانستان که زحمت کشیدن الله اینا را براه درست روان کنه، ثبات و استقامت نصیب کنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم.